جایی که زیبایی و تکنولوژی دست به دست هم دادن تا شما بهترین خدمات پزشکی و زیبایی رو تجربه کنید. مگا کلینیک تخصصی پوست، موز، زیبایی این قسمت برنامه رو تقدیم شما میکنه. سلام به همه شما عزیزانی که مثل همیشه ما رو میبینید و میشنوید. خوش اومدید به برنامه امروز پادکست فیوچر. من دکتر علی مصطفی نیا هستم، میزبان شما و میزبان مهمان عزیزمون. تا حالا شده از خواب بیدار بشی، دست و پاهات گزگز و مرمور کنه یا بی‌حس شده باشه، یا درد کمر باعث بشه که نتونی از جات بلند شی؟ یه نفر بهت میگه که باید ورزش کنی خوب میشی، یه نفر میگه که نه ورزش نکنی یا بدتر میشی، یه نفر میگه بیا قلنجتو میشکنم خوب میشی. ما امروز در خدمت یکی از متخصصین برجسته کشورمون در زمینه تخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات هستیم تا این سردرگمی‌ها رو تمومش کنیم. در خدمت دکتر نیما درخشان، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات هستیم. خیلی خوش آمدید دکتر. مرسی از دعوت شما و از انرژی و تلاشی که برای آموزش صرف میکنید و امیدوارم که توی ادامه راهتون موفق باشید. زنده باشید. خیلی خوش آمدید. ما خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. آقای دکتر، کلاً چرا دردهای کمر و گردن انقدر زیاد شده؟ نمیدونم آیا واقعاً زیادتر شده یا تشخیصش بیشتر شده یا به خاطر سبک زندگیمون این اتفاق افتاده؟ سوالتون سوال فوق‌العاده خوبی هستش. با توجه به اینکه در سالهای اخیر فعالیت‌های جسمی ما کمتر شده نسبت به نسل‌های قبل‌ترمون و ماشین‌ها خیلی از در واقع فعالیت‌های ما رو به عهده گرفتن، این باعث تنبلی عضلات ما شده، نشستن‌های طولانی، ایستادن‌های طولانی که مشاغل امروزی ایجابش می‌کنن، باعث فشار بیشتر به ستون فقرات شده و چاقی که یک معضلی هستش که در تمام دنیا باعث خیلی از بیماری‌های متابولیک شده. روی ستون فقرات هم اثرات خودشون نشون داده که توی در واقع دیسک کمر و تنگی کانال نخاعی علتش به عنوان یک پاتولوژی اثبات شده. درست. آقای دکتر، واقعا داریم اپیدرمی درد ستون فقرات رو داریم تجربه میکنیم یا همه دردهای کمر رو نمیتونیم به ستون فقرات ربط بدیم؟ یعنی مثلا این همه که میگیم شایع شده دردهایی که افراد دارن تجربه میکنن همش واقعا مربوط به دیسک و ستون فقراته؟ این سوال رو باید از این جهت در واقع جواب بدیم که درد کمر از چند در واقع المان آناتومیک توی ستون فقرات میتونه منشأ گرفته باشه. شایع‌ترین و ساده‌ترین عاملی که باعث این دردها میشن عضلات هستن. ضعف عضلات کمر، خستگی در واقع مفرطی که در اثر کارهای تکرار شونده و پوزیشن های نشستن و ایستادن طولانی خصوصا توی وضعیت نامناسب و در صورت که اضافه وزن داشته باشه با یه لود بیشتر به ستون فقرات وارد میشه میتونه عامل این داستان باشه. پس دردها میتونن منشأ عضلات داشته باشن، میتونن مربوط به استخوان‌ها باشن و میتونن با فشار بر روی دیسک‌ها و بیرون زدگی دیسک‌ها المان‌های عصبی رو تحت فشار قرار بدن. درسته. پس همه دردها رو نمیتونیم ربطش بدیم به ستون فقرات. دقیقاً همینطور. ولی خب ما چون تمرکزمون امروز بیشتر روی ستون فقرات و دیسک کمر هست، میخوایم یکم بیسیک تر شروع کنیم. کلا برای ما یه توضیح میدید که ستون فقرات چه اجزایی داره و کلا دیسک که ما لفظ دیسک رو که استفاده میکنیم کجای این داستان هست؟ ستون فقرات انسان از در واقع 5 قسمت تشکیل شده. مهره‌های گردنی که 7 مهره هستن، مهره‌های توراسیک که 12 مهره سینه‌ای هستن که هر کدومشون به یک دنده در طرفین وصل میشن، 5 مهره کمری، استخوان ساکروم که استخوان‌هایی هستن که به هم دیگه فیوز شدن و کوکسیکس یا دنبالچه. بیشتر صحبت ما در واقع توی مهره‌های گردنی و مهره‌های کمری هستش که به هر حال به خاطر موبیلیتی بیشتر و به خاطر حرکت بیشتر شانس بیشتری برای آسیب دیسک‌ها دارن. آره. و اگه بخوایم به طور کلی بگیم از اجزا، از در واقع
استخوان‌های ستون مهره تشکیل شدن و مفاصلی که بین مهره‌ها قرار گرفتن که مفصل اصلی که مهره‌ها رو از جلو به هم دیگه مرتبط میکنه غضروفی هستش به نام دیسک کمر. درست. که همون دیسک کمر هم از دو جزء اصلی تشکیل شده، جزء خارجی که بهش میگیم حلقه دیسک یا آنالوس فایبروسوس و جزء داخلی هسته دیسک که نوکلئوس پالپوزوس هستش. درست. بعد این خود لفظ دیسک، همه میگن من دیسک دارم، این دیسک خودش بیماریه یا دیسک وقتی آسیب میبینه یه لفظ خاص داره ما اونو باید استفاده بکنیم؟ یعنی من میتونم بگم مثلا من دیسک دارم یا باید بگم فتق دیسک دارم؟ دقیقاً همینجوری که فرمودین دیسک رو همه ما داریم. دیسک در واقع غضروف سالمی هستش که بین همه مهره‌های ما باید وجود داشته باشه. وقتی که این دیسک دچار آسیب میشه، مثلا به خاطر ضعفی که توی دیواره حلقه دیسک ایجاد میشه دچار بیرون زدگی یا پارگی دیسک میشه، اون وقت هست که در واقع فرد علامت دار میشه و میتونه بگه که من دچار فتق دیسک یعنی بیرون زدگی یه قسمت از دیسک شدم، دچار پارگی دیسک شدم، یا به هر حال اصطلاحات دیگری که یه کمی در واقع در سیر پیشرفت این داستان خواهیم دید. پس دیسک گفتن یه لفظ غلطی، همه ما دیسک رو داریم، فقط دچار مشکل میشه و بعد اون آسیب‌ها و دردها رو ما تجربهش میکنیم. بعد گفتین که شایع‌ترین مشکلاتی که وجود داره تو قسمت گردنی و کمر هست، دیسک گردن و دیسک کمر. اینا فقط جای دردشون با هم فرق میکنه یا مکانیسم آسیبشون هم با هم دیگه متفاوت؟ مکانیسم آسیب اگه بخوایم اینو از یک دیدگاه تکاملی بررسیش بکنیم، انسان از وقتی که تونسته روی دوتا پای خودش بایسته، به هر حال تفاوتی که با چهارپایان دارن موجودات دو پا مثل انسان و بقیه نخستی ها، به خاطر اینکه در واقع توی پوزیشن ایستاده تمام وزن تنه بدن روی مهره‌های کمری قرار میگیره، این شانس رو داره که در صورت پاسچر نامناسب، در صورت وارد شدن فشار بیش از حد بهش دچار مشکلات توی کمر بشن و درد کمر همون جوری که استحضار داری با توجه به اینکه در واقع شبکه اعصاب لومبار رو درگیر میکنه، انتشار ممکنه پیدا بکنه به سمت پای. یعنی اگه بیرون زدگی دیسک به عصب‌های در واقع شبکه لومبار برسه، درد و بی‌حسی و خواب رفتگی و گزگز رو فرد توی پاش حس میکنه. درست. در خصوص مهرهای گردنی، باز چون انسان در واقع در حالت ایستاده وزن سر روی ستون فقرات گردن میفته، این بیرون زدگی دیسک با تغییراتی که توی پوزیشن گردن اتفاق میفته، یعنی خم کردن سر به جلو، خم کردن سر به عقب، این در واقع لود اون گشتاور نیرویی که به مهرهای گردن وارد میشه تغییر میکنه و میتونه باعث فشار بر گردن بشه. و از لحاظ تکاملی این سیری که عرض کردم توی زندگی امروزی برای ما اتفاق افتاده، چیزهایی مثل موبایل، کامپیوتر، رانندگی تو مسافت‌های طولانی که سر توی وضعیت نامناسبی میتونه به سمت جلو در طولانی مدت خم باشه، که اینو حتی ما توی بچه‌ها توی سنین پایین‌تر که الان خیلی از کلاس‌ها و درس‌هاشون به صورت آنلاین خصوصا بعد از پاندمی کووید برگزار شده، می‌بینیم که این فشار بیشتری که به ستون فقرات گردن میاد باعث آسیب مهرهای گردن و آسیب دیسکای گردن میتونه شده باشه. چقدر نکاتی که گفتین جالب بود. همه‌شو من جز سوالاتم آورده بودم که توی سبک زندگی ازتون بپرسم، ولی قبلش این سوالو بپرسم که به نظرتون ژنتیک مهمتره توی این اتفاق یا فقط ربط داره به سبک زندگی یا هر دو؟ تقریبا میشه گفت تمام چیزایی که در سیستم بیماری ها در علم پزشکی وجود داره معمولا یک میکسی از هر دوتا باعث این جریان میشه و میتونیم به ژنتیک بگیم یک استعداد ذاتی که هر فردی بر اساس اون پروفایلی که توی ژن‌هاش ثبت شده این داستانو داره، بر اساس ژن‌هایی که از پدرش مادرش دریافت کرده یک در واقع استعدادی داره. ولی این استعداد کی میتونه تبدیل به یک بیماری بشه؟ زمانی که از محیط و شرایط فیزیکی و مکانیکی جوری باشه که اون آسیب رو بتونه ایجاد بکنه و اون فردی که استعداد این جریان رو داره در سن پایین‌تر، سریع‌تر و با شدت بیشتری میتونه درگیر این بیماری ها بشه. پس باید اون بیس ژنتیکی رو داشته باشن. اگر سبک زندگیشون هم نادرست پیش ببرن این مزید بر علت میشه و اتفاق میفته. کلا الان توی صحبتاتون گفتین که سن پایین اومده
یا اینکه همیشه تو سن پایین هم اتفاق میافتاده الان بیشتر تشخیصش میدن؟ چون الان ما میبینیم جوانایی که مثلا 20 سال شاید حتی کمتر 18 سال و حتی سنین پایینتر دارن مبتلا میشن و حتی درمانهای شدیدی رو هم دارن بهشون میگن چون بیماری شدید هست. از لحاظ اپیدمیولوژیک هر دوی این موارد میتونه در واقع دخیل باشه. یکی این که سبک زندگی ها به این سمت رفته که افراد در سنین پایینتری دچار این فشار در واقع به مهرها میشن به خاطر استفاده از کامپیوتر، تبلت و موبایل و به جز اون به خاطر پیشرفتایی که توی علم پزشکی ایجاد شده و در دسترس بودن MRI پزشک متخصص و در واقع دیاگنوستیک اون روش‌های تشخیصی که یه مقدار پیشرفت کرده، اینها باعث شده که در دسترس تر باشن و ما بیشتر بتونیم مریضایی که مبتلا به در واقع بیماری‌های دیسک و ستون فقرات هستن و توی سنین پایین‌تر و در استیج‌های خفیف‌تر هم بتونیم پیکاپ بکنیم. درسته. پس هم سبک زندگی تغییر کرده، هم تشخیصا یه مقدار پیشرفت کردن. دوست دارم یه سری به سبک زندگی بزنیم که الان خیلی بحثش شد. فرمودین که نگاه کردن زیاد به موبایل یکی از چیزایی هست که میتونه باعث ایجاد این دردها بشه و بیشتر هم روی گردن اثر میذاره، درسته؟ بله دقیقاً همینطوره. بعد مکانیسمش هم از طریق افزایش نیروی گشتاوری هست که این خم کردن سر ایجاد میکنه. دقیقاً به همین ترتیب هست. وقتی که سر ما توی وضعیت نوتر قرار میگیره، یعنی اگه نگاهمون به سمت افق و نگاه مستقیمی باشه و گوش ما روی شونه هامون قرار بگیره، این در واقع وزن استانداردی که روی مهرهای گردن میفته همون وزن سر ما هستش که حدود 6-7 کیلوگرم هستش. حالا توی خانم و آقایون و در افراد مختلف متفاوته ولی همین حدود هستش. وقتی که سر به سمت جلو میاد با افزایش زاویه‌ای که در واقع از سر به ستون فقرات گردنی منتقل میشه، این وزن میتونه تا حدود 30-40 کیلوگرم افزایش پیدا کنه، یعنی هرچی سر خم‌تر برابر بشه. آره. و این فشار بیشتری که به مهره‌های ظریف گردن میاد و دیسک‌های ظریفی که بین این مهرها وجود دارن باعث آسیب این دیسک‌ها میشه. جالب بود. بعد همیشه منجر به ایجاد دیسک گردن میشه یا بیشتر ریت دردهای گردنی هست؟ دقیقاً باید بگیم که اول از همه اون المان‌های ساپورتیو پشت گردن مثل عضلات دچار تغییر و دیفورمیتی میشن و اولین اتفاقی که میفته برای این افراد این هستش که اون قوس رو به جلو یا قوس لوردوتیکی که توی مهرهای گردن در حالت طبیعی باید وجود داشته باشه از بین میره. با مرور زمان با تشدید ضعف عضلات در حال یکی یکی این مکانیسم‌های جبرانی دیکامپنسیت میشن، یعنی از در واقع قدرت جبرانشون کاسته میشه، عضلات دیگه نمیتونن این لود تحمل کنن، فشار بیشتر روی دیسکا میفته و آرام آرام پروسه در واقع تخریب دیسک که اول اون آب خودش رو توی نوکلئوس دیسک از دست میده، یعنی خشکی دیسک اتفاق میفته. خشک شده دیسک. دقیقاً. بعد آرام آرام آسیب دیسک که در واقع حلقه‌های انولوس آسیب می‌بینه و در نهایت آسیب در واقع پارگی دیسک که میتونه به المان‌های عصبی مثل نخاع و ریشه‌های عصبی هم فشار بیاره که دیگه اون موقع وقتی هستش که دردش توی دستا و حتی گاهن توی چهارندام میتونه انتشار پیدا کنه. آره درسته. بعد یه اشاره کردین اول صحبتاتون که نشستن‌های طولانی هم این اتفاق رو رقم میزنه. مثلا خیلی از کارها هستن که این نشستن‌های طولانی لازمشون هست، مثل گرافیست ها، مثل حالا کارمندها، برنامه نویس ها و یکی از شایع‌ترینشون راننده‌های ماشین سنگین. دقیقاً. که خیلی این قضیه رو تجربه میکنن. اونها چطور؟ اونها کدوم دیسک بیشتر درگیر میشه؟ در خصوص نشستن طولانی با توجه به اینکه اگه در واقع این مطالعاتی که انجام شده، اگه که وضعیت در واقع استندینگ یعنی ایستاده در بدون هیچ وزنه اضافه‌ای توی دست ما بیستیم، اگه وزن اون در واقع حالت و فشار دیسک اگه 100 در نظر بگیریم، در حالت نشسته حدود 150 تا 170 میشه فشاری که توی هر دیسکی ایجاد میشه. و هر چه که در واقع فرد به سمت جلو خم بشه، یعنی اینکه این نشستن نامناسب باشه، لم دادن باشه یا خم شدن به جلو همراهش باشه، اون فشار بین در واقع
فضای دیسک بیشتر میشه و این میشه. در واقع چیزی است که زمینه ساز اون آسیب میتونه باشه. پس نشستن‌های طولانی مثل مشاغلی از جمله کارمندا، افرادی که با کامپیوتر سر و کار دارن و بالاخص توی راننده‌های ماشین سنگین که ساعت‌ها ممکنه 10-12 ساعت بدون اینکه استراحتی داشته باشن رانندگی رو داشته باشن، میتونه باعث آسیب‌های خفیف ولی مکرر و مزمن توی دیسک بشه که در دراز مدت اینها رو مستعد در واقع بیماری دژنراتیو دیسک بکنه. درسته. بعد حالا طبق برداشتی که من کردم، اگر پوزیشن نشستنه رو درست کنن، اصلاح کنن، مثلا از پشتی‌های مخصوص توی راستای مناسب بشینن، این قضیه برطرف بشه یا باز هم در معرض خطر هستن؟ همینجور که خدمتتون عرض کردم، اگه که فشار استندینگ در واقع در فضای دیسک حدود 100 باشه، تو حالت نشسته حدود 150 هست و با خم شدن و بد نشستن این میتونه تا 200-250 حتی فشاری که 2.5 برابر در واقع وضعیت ایستاده این افزایش پیدا بکنه. پس با اصلاح وضعیت نشستن، با اینکه یک رستی بین در واقع دورای نشستنمون بدیم، میتونیم این آسیبو کمترش بکنیم و یه جایی متوقفش بکنیم. ولی به هر حال نشستن در کل، نشستن طولانی درسته. و بازم اون فشاره هست، باعث تشدید آسیب دیسک میشه. بسیار عالی. خود فتق دیسک رو الان شما توضیحش دادین، گفتین که الان اول با خشکی شروع میشه، بعد یواش یواش این انتشار پیدا میکنه به اطراف، باعث فتق میشه و بعد هم پارگی. درسته؟ تقریبا همینطور هستش. اون هسته مرکزی دیسک یا همون نوکلئوس پالپوسوس در واقع بیشترین المان تشکیل دهندش پروتوگلیکانا هستن که در واقع با اتچمنت با اتصال به مولکولای آب یک در واقع بالشتک ژله‌ای توی این فضای بین مهره‌ها ایجاد میکنن. این بالشتک باعث میشه که فشاری که در واقع از ستون فقرات و از وزن ما در وضعیت ایستاده هستش بین در واقع مهره‌ها توزیع بشه و فرد بتونه توی وضعیت ایستادن بدون اینکه استخوناش به هم دیگه فشار مضاعفی وارد بکنه بتونه به حرکتش ادامه بده. وقتی که آسیب دیسک ایجاد میشه، یعنی این لود اضافه به دیسک ها وارد میشه، اتفاق اول این هستش که اون آبی که توی هسته دیسک هستش دچار تبخیر میشه. اتفاق بعدی پارگی های طولی هستن که توی آنولوس یا حلقه دیسک اتفاق میفته که این پارگی ها آرام آرام در صورت تجمع در دراز مدت، یعنی هیچ چیزی یه شبه اتفاق نمیفته. معمولا آسیب های دیسک یک آسیب های مزمن و در اثر تروماهای خفیفی هستش که به در واقع این قضوف وارد میشه و این پارگی های کوچیک میتونه یه پارگی در واقع بزرگتر بشه و اون هسته دیسک بیرون بیاد و دیگه المانای عصبی رو درگیر. درسته. آقای دکتر، راجع به درد دیسک یکم صحبت کنیم. درد دیسک دقیقاً چجوریه تجربهش و چه فرقی با درد عضلانی داره؟ درد عضلانی معمولا در واقع در اثر بلند کردن یه جسم سنگین، نشستن طولانی مدتی که مثلا شما 4-5 ساعت بخوای یک مسافتی رو رانندگی بکنی، این به خاطر خستگی که تو اون عضلات ایجاد میشه، در اثر گرفتگی که اسپاسمی که توی تمام عضلات بدن ایجاد میشه و به خاطر تجمع لاکتیک اسید میتونه این اتفاق بیفته، یا در اثر یه استرچینگ، یک پارگی که توی عضلات اتفاق میفته میتونه باعث این درد مزمن بشه که درمانش استراحت و مسکن و کمپرس. منظورم، ببخشید توی کلامتون، منظورم ماهیت خود دردشه. خود ماهیت درد با هم فرقی میکنه؟ مثلا بگیم این سوزشیه، اون بیشتر فشاری هست یا همچین چیزی؟ خیلی این در واقع علامت اسپسیفیکی نیست و نمیتونیم با این افتراق بدیم. ولی درد کمر وقتی که دیگه به سمت اندامهای تحتانی انتشار پیدا کرد، یعنی دیگه داستان قطعاً داره به سمت آسیب دیسک میره. چون المانهای عصبی وقتی درگیر میشن که اون دیسک بیرون زده بیاد وارد کانال نخاعی یا محل خروج ریش در واقع سوراخ ریشه عصب بشه. درست. که در این صورت دیگه درد رادیکولر، یعنی دردی که از کمر به پا انتشار پیدا میکنه، رو باید انتظارش رو داشته باشیم. پس در مراحل اولیه خیلی نمیتونیم بین این مراحل دو تا اولیه صرفاً هر دو فقط کمر درد دارن و خیلی افتراقی نمیشه داد. اگه که اسپاس باشه معمولاً چند روز بیشتر طول نمیکشه، ولی دردهایی که مربوط به دیسک هستن مزمن‌تر هستن، بیشتر برمیگردن. یعنی حتی وقتی که فرد بهبود پیدا میکنه، بعد از دورای در واقع تکرار این درد، ماهی 2 ماهی یک بار این فرد رو درگیر میکنه، در اثر هر فعالیت جزئی که داشته باشن میتونه این فشار بیادش و درد رو دوباره براشون تجربه بکنه. بعد هر دو درد، در واقع بگم هر 3 درد، هم در اثر فتق دیسک، هم تنگی کانال نخاعی، هم دردهای عضلانی، هر 3 شون با حرکت بدتر میشن. درست میگم؟ کلا دردهای مکانیکال همینجوری که میفرمایید با حرکت بدتر میشن. بنابراین
پله اول درمان در تمام این افراد استراحته. یعنی چی؟ یعنی اینکه 1-2 روز که فرد استراحت بکنه به در واقع به تمام این المان ها، عضلات، دیسک و عصب فرصت ریکاور کردن رو میده که این التهابی که ایجاد شده توی در واقع این ارگان ها بهبود پیدا بکنه. ولی مکررن اینو چندین بار در همه جا میگیم و تکرار خیلی زیادی میکنیم که این استراحت، اون ذهنیتی که قبلا در مورد این وجود داشت که فردی که دیسک کمر داره باید 2 ماه بره تو رخت خواب بخوابه، استراحت مطلق کنه. مطلق واقعا بیشتر از 2-3 روز معنایی نداره، چون آسیبی که اتفاق میفته در اثر بی حرکتی آتروفی یا تحلیل عضلانی هستش و وقتی که این اتفاق بیفته بعد از 2-3 روز میگیم این پروسه تقریبا شروع میشه و خیلی سریع پیشرفت میکنه. این آتروفی که تو عضلات ایجاد میشه باعث تشدید آسیب میشه و وقتی که فرد دوباره مثلا بعد از 2-3 هفته بخواد فعالیت داشته باشه، این ضعفی که تو عضلاتش ایجاد شده باعث میشه که مکانیزم‌های جبرانیش برای در واقع فرار از این درد دیسک کمر ضعیف‌تر بشه و خیلی دیگه به قولن آسیب پذیرتر باشه، با تروماهای خفیفتری دچار. خیلی جالب بود. پس یعنی استراحت مطلق بدیم، عضلات تحلیل میره، اون حمایت مایچه‌ای رو هم از دست میده. دقیقاً همینطور. جالب بود. بعد توی نشستن و برخاستن من یه چیزایی از دوران حالا دانشجویی یادم هست، مثلا میگفتن که درد تنگی نخاع با نشستن بهتر میشه، با ایستادن بدتر میشه. دیسک کمر اگر فقط دیسک کمر بود، تنگی ایجاد نشده بود، در هر دو حالت درد رو داریم. من دارم درست میگم یا حالا برعکس این هست؟ تا حدودی درست هستش. در حال خیلی نمیشه این در واقع چیزا افتراق داد، چون هر دوی تنگی کانال و دیسک کمر المان‌های عصبی رو درگیر میکنن. درست. اون چیزی که فکر کنم می‌خوای اشاره کنی، منظورم که المان‌های عصبی درگیر شده باشن یا نشده باشن. درگیری در واقع دیسک کمر و المان‌های عصبی تست‌های مختلفی داره که میتونیم اینا رو بررسی بکنیم، مثل تست SLR یا تست لازک که به حال وقتی فرد توی پوزیشن خوابیده هستش، بالا آوردن پاش یا خم کرد دورسی فلکس کردن مچ پا به سمت صورتش باعث تشدید و میمیک کردن این درد میشه، چون مسیر در واقع اون عصبی که به حال همه به عنوان عصب سیاتیک میشناسن و شایع‌ترین عصبی هستش که توی دیسکای کمر درگیر میشه، تو این در واقع وضعیت دردش میشه در واقع ریپرودوسش کرد، اون درد رو دوباره ایجادش کرد. اشاره کردیم به سیاتیک. خود سیاتیک چی هست؟ یه کمی ریزتر بشیم داخلش و درد سیاتیک چیه؟ سیاتیک در واقع در 2 تا مفهوم توی در واقع کانتکست مدیکال داره. یکی خود عصب سیاتیک هست که از 4-5 تا عصب پایین کمر از L4, L5, S1, S2, S3 در واقع منشأ میگیره که این در واقع ریشه های اعصابی که از کانال نخاع خارج میشن با همدیگه یه عصب کلفت که بلندترین عصب بدن هستش، از تقریبا کمر تا انگشتان پایین طول در واقع امتداد این مسیر عصب هستش که حدود 1 متر شاید حتی بیشتر بر اساس قد فرد میتونه طولش باشه و این عصب بزرگ در واقع وقتی درگیر میشه شایع‌ترین علت درگیریش همون بیرون زدگی دیسکای کمر توی همین لولایی است که خدمتتون عرض کردم. علت‌های نادر دیگه میتونه داشته باشه، یعنی اینکه این دیسک بعد از این در واقع عصب بعد از اینکه از شبکه لومبار خارج شد درگیر بشه، مثلا در اثر آسیبی که ترومایی که مستقیما به ناحیه باتوک وارد بشه، یا مثلا در اثر گرفتگی عضله پریفورمیس یا کوتاهی عضله پریفورمیس که اون همین علامت سیاتیک رو میمیک میکنه بدون اینکه دیسک کمری وجود داشته باشه. پس سیاتیک یک در واقع مفهومش همون عصبی هست که درگیر میشه، یه مفهوم دیگهش علامت سیاتیک هست. علامت سیاتیک یعنی دردی که توی مسیر سیاتیک در واقع انتشار پیدا میکنه. پس یکی میگه سیاتیک دارم، احتمال خیلی خیلی زیاد دیسک هم داره. گفتیم میتونه چیزای دیگه هم باشه. اینش برام خیلی جالبه چون دقیقاً میخواستم بپرسم. یه نفر میگه سیاتیک دارم، ممکنه دیسک نداشته باشه. ممکنه در واقع نادر هستش ولی ممکنه دیسک کمر نداشته باشه، ام‌آرآی نرمال باشه. ما اولین اقدام برای کسی که درد سیاتیک رو تجربه میکنه، بعد از به حال اولین اقدام تشخیصی منظورم هستش، میگیم که یه ام‌آرآی کمر انجام بده. اگه ام‌آرآی کمر نرمال بود نمیگیم تو هیچی نیست، داره الکی میگی. ممکنه این در واقع عصب در مسیر خودش در جای دیگه‌ای درگیر شده باشه، مشکل شده باشه. راجع به گودی کمر هم میخوام یه مقدار صحبت کنم چون جدیداً خیلی کلیپ توی فضای مجازی و اینستاگرام میبینم
مخصوصا این افرادی که کارهای فیزیولوژی ورزشی انجام میدن میاد میگه که شما گودی کمر داری، به خاطر همین درد کمر رو تجربه میکنی، یا اصلا میان یه چیزایی میگن که حتی برآمدگی شکم در اثر این گودی کمره هست و اگر اینو اصلاح بکنی شما مشکلت حل میشه. واقعا این قضیه وجود داره؟ تا حدودی این قضیه میتونه درست باشه، به خاطر اینکه ستون فقرات بر اساس اون اجزایی که خدمت شما عرض کردم، مهرهای گردن، توراسیک و کمر و ساکروکوکسیژیال، باید به نحوی در واقع این بالانس قرار گرفته باشه که سر ما روی لگن ما قرار بگیره. حالا این در واقع یک مکانیسم تکاملی بوده که در این وضعیت کمترین انرژی رو بدن برای حفظ تعادل خودش مصرف میکنه. حالا هرچی که این انرژی از این داستان در واقع خارج بشه، فورس بیشتر و فشار بیشتری به المان‌های ستون فقرات مثل عضلات، مثل دیسک‌ها و مهره‌ها میادش. پس وقتی که یه نفر در اثر ضعف عضلات کمرش دچار افزایش قوس کمر بشه، یعنی چی؟ یعنی اینکه اون قوس لوردوتی که نرمالی که حدود 30-40 درجه هستش و در همه افراد باید وجود داشته باشه از بین بره، قوس بیشتر بشه یا کمتر بشه، این از در واقع اون استاندارد خارج میشه و فشار بیشتر رو مهرهای بالاتر، پایینتر و المانهای دیگه میفته. پس قوس کمر بیشتر از هر چیزی توی خصوصا یه فرد جوونی که یه ستون فقرات موبایل داره، در اثر اون ضعف عضلات، در اثر در واقع اون کامپیتنسی و اون چیزی که عضلات دارن، اون حمایتی که عضلات میتونن از مهرها انجام بدن ایجاد میشه. هر کسی که شغلش همراهی داشته باشه با نشستن طولانی، ایستادن طولانی، پاسچرای بد، یعنی مثلا بلند کردن اجزای در واقع اجسام خیلی سنگین از فضای دور از بدن بخواد اینها رو انجام بده، این باعث فشار بیشتر به این در واقع عضلات میشه و ضعف عضلات در دراز مدت باعث این بروز قوس لوردوتیک میشه. پس کسایی که کمردرد دارن، هنوز علائم سیاتیک یعنی علائم در واقع اندامای تحتانی براشون پیش نیامده، خواب رفته، گزگز، مورمور و درد توی پا هنوز ندارن، خیلی از اینا با ورزش‌های کمر، با ورزش‌هایی که به قولن بهشون میگیم ورزش ایزومتریک، یعنی اینکه انقباض ایجاد میشه ولی حرکتی صورت نمیگیره، خب، و ورزش‌های کششی مثل یوگا، مثل پیلاتس میتونن این عضلات رو تقویت بکنن و از خیلی از این دردا پیشگیری بکنن، چون جزء لاینفک از زندگی ما نشستن طولانی، ایستادن طولانی، کار با ابزارهای تکنولوژیک مثل موبایل و لپتاپ و کامپیوتر هستش و این اجتناب ناپذیره. تنها کاری که میتونیم بکنیم این هستش که مکانیسم‌های جبرانی خودمون که همون عضلات هستش رو تقویت بکنیم که از آسیب. پس این اصلاح صحت داره، یعنی ما میتونیم با ورزش‌های مخصوصی این حمایت عضلانی رو برگردونیم. دقیقاً. خود قوس کمر هم اصلاح میشه یا فقط حمایت عضلانی اصلاح میشه؟ هر دو اصلاح میشه، هم قوس کمر اصلاح میشه، چون قوس کمر همونجور که خدمتتون عرض کردم بیشترین عاملی که توی یک ستون فقرات موبایل ایجادش میکنه همون عملکرد در واقع صحیح عضلات فیله کمر هستش. بسیار عالی. آقای دکتر ممنونم. ما هنوز مبحثمون ادامه داره و سوالاتمون هم ادامه داره. یه استراحت کوتاه میکنیم، دوباره با مباحث برمیگردیم. در خدمت شما هستم. مرسی از شما. در خدمتتون هستیم. Future.